آقای دکتر محمد آقا، من اعتقادم اینه اون سر دنیا مرحوم شده، آمریکا اونجا هم دفن. حتی الان پسرموی عزیزشون آقای علومی به من فرمودن که خود ایشون، من یادمم نبود، مسجد برخوردار مجلس ختم خویش قومشون داشتیم، با آقای دکتر چند کلمه صحبت کرده بودیم، من یادم نبود، اتفاقا فیلمش نشونم دادن، گفتم مدرسی تو با دکتر داشتی صحبت میکردی. ایشون گفته بود من نمیخوام کسی اذیت بشه، هر کجا از دنیا رفتم همونجا مرا دفن کنید. باریکلا. حتی خویش و قوما، ایشون خودش دکتر میدونسته بود، ایشون گفته بود که من کارام را انجام دادم، یعنی از مسئله موت و مرگ دلهوری ندارم. آفرین آفرین. خب بیخواد کسی عالم زایده نمیشه. پدر بزرگوارشون استاد خیلی از بزرگان از آیت الله، آقای شیخ احمد علومی، نمیدونم دیده یا نه، سنه 52 مرحوم شدن. خیلی از شاگرد ایشون بودن. وقت بود میگفتم آیت الله شهید صدوقی از شاگردان های شیخ احمد بودن. حاجی آقای علاقه‌بند از شاگردان های شیخ احمد. من مدرس ناقابلم از شاگردانشون بودم. چقدر ایشون عاشق بود. من یک تا کلمش میگم، پیرمرد خدا رحمتشون کنه، ما بهشون گفتیم بخوایم کتاب شرح نظام بخونیم، غالبا تو حوزه ها نمیخونن، مشکله، سخته. گفتم میخوایم شرح نظام بخونیم، ایشون گفتن حالا من خودم پیر شدم و فراموش دارم، ولی که اگر یه جایش توش موندم از فرزند برادرم آیت الله آقای شیخ محمود علومی سوال میکنم. آقایون این پیرمرد خدا شاده تابستون گرم ایشون از خونه پیاده می اومدن مدرسه خان، همینطور یادم مونده این بالای 50 ساله، چون ایشون خودشون 52-53 ساله که مرحوم شدن، این مال چند سال قبل از فوتشونه. ایشون از خونه می آمدن توی این پله ها پایین، تازه 1-2 تا طلبه بیشتر نبودیم. یادم نمیره این کتاب شرح نظام از بسم الله تا تمتش برای ما گفتن. میگفتن من خوشم میاد که شما تابستون تعطیل نکردید، من از سر شوق و ذوق آوردید برای ای که بیام درس بدم. خودشون قریب 10 سال نجف اشرف پیش من میگفتن تابستونای نجف خیلی هوا گرم، ولی به من میگفتن آستاذ یزخر ما کتاب دست میگرفتیم، همینطور عین عبارت آیت الله پدر آقای دکتر های شیخ احمد علومی رحمت الله، میگفتن کتاب دست میگرفتیم تا درس مرحوم حاج میرزا حسین نائینی که از فحول علما بودن، آیت الله نائینی، آیت الله استوالسن، شاگرد استوالسن اصفهانی هم بودن. عربی شود که میگفتن اینقدر زمین داغ بود که ما سر پا منشستیم و استاد درس میگفت و ما درس گوش میکردیم. من گاهی پیش طلبه ها میگم اگر میخواد بشه جزو بزرگان علما باید زحمت علم کشید. مرحوم عموی خود ما که از مراجع بودن آیت الله یحیی مدرس یزدی، ایشون رفتن قم زمان های شیخ عبدالکریم 11 سال پشون دم دروازه قم نرسته بود، تابستون و زمستون درس. اما این علما مرحوم شدن ولی که کتابشون علمشون باقیه. العلماء سلام کن باقون ما بقیت دهر، علما تا روزگار باقیت. کی شیخ توسی ها، کی شیخ مفید ها، کی سید رضی ها، کی سید مرتضی ها، کی علامه هلی ها،
کی محقق ها بیا تا زمان ما تو یزد خدا، کی آیت الله مرحوم آیت آسد محمد کاظم طباعی یزدی ها، مرحوم آیت الله لب خندقی ها، مرحوم آیت الله آمسد حسین مدرس باغ گندمی ها، امثال این علما اینها فراموش میشن.